خیلی چاکری مخلصی فتو برم الی. امیدوارم که حالتون خوب باشه. قول داده بودم خاطره مشهد رو براتون تعریف کنم، قطار رو، همون مشهدی که با مقصر رفته بودیم و دعوامون شد تو لابی و ونیکا رو زدیم تو سر همون فلان این صحبت ها. این برگشتشه تو قطار، تو برگشت میخوام خاطرش رو رفیقمون تعریف کنه واسه من که همش در کل سفر اسهال استفراغ بودم و زیاد حالم مساعد نبود. برسیم به اصل ماجرا که شروع سفر بود و قطار 4 نفره و کلی آدم. ما خیلی شیک رفتیم وارد قطار شدیم، لوازم رو چیدیم و این آدم های خیلی متشخص کارامونو کردیم و سوار قطار شدیم. خب بچه های 4-5 تا قلیون داشتن و سیگار و قلیون و پیپ و هر چیزی که دود میدادن خودش بود، هر مواد مخدری که بود و هست. ظرفیت هر کدوم از این کابینا 4 تا بود، ما 8 تا توش نشسته بودیم. آقا اینا شروع کردن قلیون گذاشتن. بعد یه دیدین همه دیگه، حالا اونایی که سوار شدن، یه تیکه بالای این کابین از پنجره توریه لچکی کلا 3 سانت جا داره. بعد ما گفتیم آقا ما میخوایم زغال بذاریم، زغال بچرخونیم، اینا نمیشه که. زدیم اونا شکوندیم، شیشه رو شکستیم، شیشه رو لچکی قطار رو زدیم شکوندیم دیگه. قلیون هم نمیخواستیم زغالشو بچرخونیم، بیرون میگرفتیم خودش کباب میشد. گرفتیم و 4 تا قلیون رو کف زمین، سیگار و پیپ و اینا روشن، شروع کردیم درم بستیم و پتو این چیزای قطار هم بود دیگه. شروع کردیم انقدر تو کوچیکه دیگه، انقدر قلیون کشیدن اینا، انقدر اتاق شد دود. بعد من توی اون مدت سفر استفراغ داشتم، بالا خواب بودم، یعنی رو اون طبقه بالا همش خواب بودم دیگه، نمیدیدم بچه‌ها رو پایین، فقط دود بود. هیچکیو نمیدید. بعد این کارگر کابین میومد در میزد، در وا کنه، دارین چی کار میکنین؟ خدا شاهده من اولش ترسیدم، گفتم بذار ببینیم چی میگه. در وا کردم، دودی که زد تو چشه یارو دوباره در وا. قلیون نکشین تو قطار، در وا کنه. ما در رو بستیم، آهنگو زیاد کردیم و باز خودمون دیدیم یکی داره ماشین میزنه تو گرد. آقا یکی از اینا هول شد، بچه‌ها گفت اوه بچه‌ها جمع کنیم، پاش خورد به قلیونا. آقا همه قلیونا زغالش ریخت کف قطار و هرچی پتو و هرچی اینا بود، صندلی بود، زنای داشت آتیش میگرفت. آقا ما هرچی آب و چای دم دست داشتیم ریختیم رو اینا که خلاصه خوش بشه و اینا کور نگیره یا هممون تو بسوزیم. چه کثافت. مدیر رو با این یارو کیه؟ ناظم و مدیر رو این یارو مال قطار پشت در دارن در میزنن وا کنین در رو بیناموسا، تخماتون رو میکشن، در وا کنین فقط. آقا حالا این حاجی لندم که حالش بد، یا میرید یا میگوزید یا بالا می آورد. این حال ما رو به هم زده بود دیگه. گفتیم بالا نرو، الان در رو واکنه مدیره میاد تو تک تکمون. خلاصه آره نرو بیرون. گفت نه من حالم بده فلان، کیسه بهش دادیم و اینا، دیدیم نه فایده نداره. گوش بده، انقدر حالم بد بود بالا می آوردم، کیسه 2 تا دسته داره، یکیشو انداخته بودم به این گوشم، یکیشو انداخته بودم به این گوشم. احمق میشون فکر نمیکنه که کیسه خب سنگینه، تو سبکه بالا بیاری توش، گوشه مگه چقدره؟ گوشه رونی کولمن هم باشه نمیتونه اونو نگه داره. کن گوشم آقا با حالم بده، ما هیچی من گفتیم داشتیم جمع میکردیم. چشتون روز بعد نبینه. حالا ساعت چنده؟ ساعت حدوداً 12:01 شب بود. بریم وایسه مشغول اسهال استفراغ خودم بودم که یه جا دیگه واقعا دلم خیلی پیچ میزد. بعد من رفته بودم طبقه بالا خوابیده بودم که بچه‌ها رو اذیت نکنم پایین. اب بالا که بیام پایین یه مقدار زمان طول کشید. دیدیم یکی از این پله‌ها آویزونه، یه جوری بالا پایینه. اومد پایین، گفتیم برو تو دستشویی قطار بالا بیار. آقا رفت بیرون بالا آورد جوری که همه جاها گرفت. فقط دیدم داره میدوه. گفت داره این کابین قطاری رئیس قطاریه میخواد بیاد کونم بذاره. درو ببند. آقا درو بستیم، شده بود این کابین ما شده بود مقر. هر کی بود اون تو پناه می آورد. یهو دیدیم 12 نفر اون تو آدم نشستیم. مگه میشه چنین چیزی؟ 12 نفر اون تو آدم
نشسته بود. بعد خلاصه هیچی. آقا ما گفتیم چیکار کنیم دوباره گفتیم بابا یه فکر رو هم بذارین یا اینا. این دوباره گفت حالم بده. همین که گفتیم بیا بیرون، یکی بچه‌ها پایین خوابیده بود، 4 نفرم رو اون که خوابیده بود نشسته بودن که همه جاشیم. یهو دیدیم گفت حالم بده، دست رو گرفت نردبون، نگذاشت نه برداشت، جوری بالا آورد 5 نفر آدم رو رید تو همه، بالا آورد رو همه. بعد فکر کن بوی بالا و نمیدونم بوی چایی و بوی توفاله نمیدونم چی، تخمه، غذای قطار، همه این کساب. یعنی ماها که حالمون خوب بود ماها هم داشتیم بالا می آوردیم دیگه، انقدر اوضاع بد بود. آقا گفتیم چیکار کنیم بعد یکی از بچه‌ها بود این داشت اوق میزد، یکی از بچه‌ها با خونسردی کامل به دلت فشار نیار، کنگو شد داره میرینه رو ما، به دلت فشار نیار، خودت راحت کن، کسکش ما رو ناراحت داری میکنی، این چه وضعشه؟ نشسته بودن روش، بعد دیگه بالا رو اون نمیره، رو اینا ریخ که نشسته بودن روی اون. حالا بعد اون فقط اون زیر میگفت به خودت فشار نیار، بذار دلت آزاد باشه کسکش. آقا این ماجرا تموم شد، اونا لباس عوض کردن، اونا لباس هم کثیف بود و اینا لخ شدن. یه سری افراد هم تو اون کابین لخ بودن، یعنی فقط شورت پاشون بود. خب شما فرض کن 12 نفر آدم بود تو 5 تا لخ، یکی اینجوری پاره، 3 تا نمیدونم رو علف، 2 تا رو سیگار، 2 تا این ور 2 تا اون ور. خلاصه یکم پشت در میگه در رو وا کنین کسکش رو بیام بابا تو چی میگی این وسط چونه ما گذاشتی؟ برام وایسه بعد ببینیم که چه خبر میشه داستان. آقا من گرفتم خوابیدم، حالم خوب نبود، بقیه دوستان تعریف میکنن، من تو هوشیاری نبودم حقیقتش که یادم بیاد. خدا رو شکر بالاشه که بابا رو بچه‌ها گرفت خوابید دیگه، خیالش راحت شد دیگه، از این حالت گهتر نداریم. خوابید و بعد دیگه 3-4 صبح بود دیگه این مدیرم خسته شد و انقدر درزا رفت خوابید و ما این دوزا اینجوری در آروم وا میکردیم، این ور راهرو اون ور راهرو، بعد مراقب 3 نفر میبودیم، یکی مدیر، یکی ناظم، یکم برای این قطار. آقا رفتیم این ور اون ور نداریم، در این کابین این مدیره وازه. گفتیم تو این همه سال کونه ما گذاشتی، بذار این دفعه ما کونت بذاریم، هیچی نمیشه. رفتیم 3 تا دونه از این ترقه گوزا برداشتیم، زدیم انداختیمون تو در رو بستیم، اومدیم هر کی هر جا میتونست رفت قایم شد. من که انقدر رفتم خوردم به یه کابین فقط دخترونه بود، یه زنه سریته میگه نه اینجا فلان خار گذاشته میخوام برم اونجا توالت برینم، من نمیشه نامرم اونجا کیری، من کجا برینم؟ آقا خلاصه هیچ کاری به اون زنه ندارم. آقا یهو دیدیم مدیره خواب پریده اومده وسط کابین وایساده عربده، فقط به من بگین کدوم کسکشه اومده اینو زده تو کابین من، تخماشو میکنم تو دهنش. آقا همه رو میگی، یه سری خواب یه سری بیدار، همه بیدار شدن. جلو گفتیم چی شده فلان، من کونتون میذارم، من دهنتونو میگم، فقط شلواراتونو در بیاریم. گفتیم اوه حشری شده بود شبم و میخواست کون همه بذاره، نزدیکای نماز صبح بود، هوام بد میطلبه اون موقع. گفتیم چیکار کنم؟ آقا ما نبودیم، گاه خالدین همه تونو میکنم. بعد فکر بوگو کل اون سالن رو برداشته بود، همه اومده بودن بیرون، اضافه شده بود. آره دیگه بوی این چوسم بود، هر کی رفت. یعنی شما تو اونجا بو میکردی، میگرن، بواسیر، معده درد، همه چی میگرفتی، فقط کافی بود نفس بکشی. مدیر قطاره دیگه اونور نمیومد، میگه اینا رو بذارید تو. کلا کوپه ما رو دراشو قفل کردن، هیچ وری نتونیم ما بریم، فقط هم غذا هم یارو نمی آوردن به در، میکرد تو نالا این سگ پرد میکرد تو در رو میرفت. آقا خلاصی گفتیم چیکار کنیم چیکار نکنیم، خیلی اوضاع بده، خیلی داغونه. برو وایسه بعد ادامه بگو، وقت هست عزیزم. وایسه بعد تیکش داری میکنی این قلب من. مدیر قطاره. آقا مدیر اومد و گفت من تک تک کابینا رو میگردم، کونه همتون میذارم. آقا ما خدا میکردیم بی خیالش نیا، کابین اول دوم سوم، کابین اول دوم سوم بچه مثبت درسونا خرخونا بودن، اسکول پسکولا بودن، تر و تمیز خوابیده بودن، با لباس به کابین ما
دی در بسته است. خب به قرآن مجید اگه در وا نکنین با سر میزنم، سر میام تو. بعد من آمده بودم بیرون، چاس مصنوعی زده بودم، در رفته بودم، اومدم بیرون، گفتم بچه‌ها در وا کنین اوکیه. گفتن آخه ممل، گفتم در وا کنین اوکیه. میگم آقا در وا کرد. در رو وا کرد. گوش بده، من خواب بودم یه چیزایی یادمه، دیدم فقط صدای شکستن و نعره و داد و جیغ و پاره شدن لباس و اومد تو 4 تا آدم لخت آبروی منو بردی. 5 تا لوبتی دارن قلیون میکشن، اونا هم لخت شدن که اینا تنها نباشن. یکی اون بالا کپیده استفراغ این وسط لای این قلیونا داره همینجور با طلب طلب به قطار قلوب قلوب میخوره، تخمه میخورن، توف میکنن تو صورت هم دیگه. یه چنین فضایی رو دید. یهو دیدم یقشو داره وا میکنه، کمربندش هم داره وا میکنه. به قرآن راست شروع کرد زدن بچه ها، با لگد میزد تو این قلیونا، این استفراغ میپاشید تو سر صورت بچه ها. من یه پا داشتم، 2 تا پا دیگه قرض گرفتم، فقط کوپه رو میدویدم، انقدر دویدم تا رسیدم سر قطار. قسمت رستوران. آقا رسیدم قسمت رستوران، همه خیلی شیک و اینا دارن کم کم پا میشن صبحونه بخورن. بعد با یکی بچه‌ها بودیم، گفتم قرمزه چیه اینجا زده خطر و اینا نکشین. اینا گفت ترمز قطاره. گفتم نه بابا ترمز اضطراری قطار رو اینجا نمیذارن. گفت چرا میذارن و اینا بعضی وقتا. گفتم خب بیا بکشیم ببینیم چی میشه. فکر کن تو اون حالت مدیره داشته اینا رو میزده لای اون انوگوهای اون قطار وایساد. داشت میشکو، همونم داشت میکرد. گفتم خب بیا اینا بکشیم ببینیم چی میشه. گفت نه میکشیم، یهو میان جریمه‌مون روز زده جریمه داره. آقا چون لقی کی میفهمه ما بودیم. آقا کشیدیم دوباره یه پادشیم، یه بعد شروع کردیم در رفتن. دیدیم یه صدای شیهه قطار اومد، همه دارن ار میزنن، یهو قطار وایساد. همه دارن ار میزنن. بعد مدیره اومد منو نگاه کرد، گفت کجا بودی؟ من هیچی توالت بودم. کجا قطار وایساد؟ من نمیدونم بابا، به خدا ما کار نکردیم، نمیدونیم چه کار کردیم. گفت به خدا اگه بفهمم از طرف شما هر کاری کردیم. آقا این داستان تموم شد، مدیریت کل قطار و کوپه و اینا اومد این شرایط رو دید. گفت خودتون بگین چقدر جریمتون کنم. مدیره گفت چرا مگه ما بعد مدیره پولوس که 1 قرون به هیچکی نمیده. گفت چرا مگه ما چیکار کردیم؟ گفت ترمز قطار رو که کشیدین، پتوها رو سوزوندین، صندلی رو سوزوندین، شیشه رو شیکوندین، قلیون کشیدین، ترمز اضطراری قطار رو کشیدین، 2 تا از چاتوالتای ما رو با استفراغ بستین. خودتون بگین چقدر جریمه کنم. مدیر ما رو میگین برگشت و سمت ای خاک بر سر من کنن، آبروی منو بردی شما دیوسا، همتون قرون به قرونشو میگیرم. آقا ما چمدونا رو بستیم اومدیم بیرون، مدیره اون تومون با هم. آقا دیدیم دعوای این 2 تا شده که مدیره میگه پول ندارم بدم، اون میگه باید بدید جریمته. اومد مدیره بیرون، جریمه‌ش هم کردن، اومد بیرون. تا 1 ماه بشین پاشو میداد به ما، 100 تا سر صف، 100 تا برگشت. هر روز همه باید پنیر، نون، گوجه، خیار، هندونه، هر چی بود میخریدن. یعنی شاه اون موقع اینجوری صبحونه نمیخورد که مدیر ما توی یما صبحونه خورد. انقدر پنیر خریدیم فکر کنم نصف اهالی اون مدرسه پنیر داشتن، به اندازه 1 سال پنیر داشتن. راست میگه خبر داره راست میگه. این بود داستان خاطره برگشته. ولی حالا میدونی مدیره به من اینجوری میگه، میگفت کف توالت قطار بازه. آقای محمدی شما چطور بالا آوردی بسته شده؟ کباب خورده بودم. آره کباب خورده. اینا کوفته تو این برنجا رو میداد بیرون. آب نمیشد این برنج هر کاری میکردیم. خودمون اول رفتیم بشینیم اصلا نمیشه سمتش رفت. ما آخر سر وسط کابین تو راهرو خوابیدیم، چون اتاق اونای دیگه که رامون نمیدادن، اتاق خودمون هم که شرایطش اونجوری بود فقط تو راهرو خالی بود. ما یه پتو برداشتیم انداختیم زیر ما، هر 2 دقیقه یه بارم بعد بلند میشدیم، یکی میخواست بره مسترا یا مدیره میومد که رامون میذاشت یا بچه‌ها رد میشدن. خلاصه اینجوری ما خوابیدیم تو اون قطار. آره دیگه همتون سفرهای زیبایی داشتید، مخصوصا مشهد. مشهد ذاتش یه جوری خیلی خوش میگذره، خاطر ساز قویه. در کل این که
خیلی خندیدم. چاکری مخلصیم. فقطتون برم الی. حاجی لند هستم در خدمت شما. وایس هم بفرستید واسه رفیقاتون اگه خندیدید دیگه. شب بخیر. خدا نگهدار. خدا نگهدار.